سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز یکشنبه 31 مارس است و نخست شروع میکنیم از خبرهای تاجیکستان. امسال در تاجیکستان ملاقات پرزیدنت با ضیائیان دایر نمی شود. به جای آن نخست کنسرتی معرفی ارکستر سیمفونی دایر شده است. ملاقات پرزیدنت با ضیائیان از سال 2007 به این جانب در جشن نوروز دایر می شد که آن را دستگاه اجراییه و اتفاق نویسندگان تشکیل می کردند. نظام قاسم، رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت امسال ملاقات پرزیدنت با ضیائیان دایر نمی شد و به جای آن کنسرتی معرفی ارکستر سیمفونی دایر شد. نظام قاسم گفت من بعد نیز به جای ملاقات های معمولی تماشای یک سپکتاکل نو و یا فیلم نو صورت می گیرد. اگر در مورد امکانیت سوال و جواب ضیائیان با پرزیدنت گوییم همه وقت این گونه شرایط فراهم است. پرزیدنت برای اهل ضیا یک شخصی دسترس هستند و ضیائیان در همه معرکه و چاره‌بینی ها می توانند سوال و یا پیشنهاد خود را دایر کنند، گفت او. ملاقات پرزیدنت با اهل ضیا همه ساله در فصل بهار در جشن نوروز دایر می شد. در یکی از چنین ملاقات ها پرزیدنت امامعلی رحمان در سال 2007 گفت از پسوندهای روسی در نسبش دست می کشد. همین گونه پرزیدنت خود را امامعلی رحمان عنوان کرد. قبل از آن پرزیدنت تاجیکستان را امامعلی شریفویچ رحمانوف نام می بردند. در گذشته در صحیفه های مطبوعات ضیائیان تاجیکستان را انتقاد کردند که در ملاقاتی روبرو با پرزیدنت مشکلات داغ جامعه را مطرح نمی کنند، بلکه این فرصت را تنها به خاطر حل بعضی مشکلات شخصی خود سوء استفاده می کنند. در شب و روزی که یک عده ساکنان تاجیکستان شرکت برق تاجیک را به وعده خلافی ایبدار کرده میگویند در جشن نوروز هم محدودیت انتقال برق را طور وعده داده بود از بین نبرد، مأموریت این شرکت ساکنان را ایبدار میکند که سر وقت پرداختن حق برق را اجرا نمی کنند. بنابر اظهاراتی که برق تاجیک اخیراً پخش کرد، ساکنان از استفاده پول برق قریب 1 میلیارد سامانی معادل 100 میلیون دلار قرض دارند. همکارم زرنگزی نوروز شاه این پاسخ شرکت را با ساکنان در میان گذاشت که اکثریت آنها از این موقع شرکت برق تاجیک حیران شدند. شرکت برق تاجیک از مشتریانش خواسته است سری وقت پول برق را پرداخت کنند، وگرنه ممکن است برای یک نفر یک محله یا یک ده از نیروی برق محروم شوند. بعد سکوت طولانی در رابطه با محدودیت در انتقال نیروی برق به خانه های مردم، شرکت برق تاجیک گفته است یک سبب محدودیت هم نپرداختن پول نیروی برق از سوی ساکنان کشور است. در مراجعتنامه آمده است که مردم از شرکت 1 میلیارد سومانی قرضدار است. شرکت برق تاجیک تاکید نموده است که امکان قطع کردن برق هر مشتری قرضدار را در علاهیدگی ندارند و در صورت زیاد شدن مشتریان قرضدار مجبور می شوند برای یک نفر یک دهه یا یک جماعت را خاموش کنند. این شرکت می گوید در صورت سری وقت پرداخت شدن مبلغ برق تمام مشکل در این ساحه حل می شود، اما مردم می گویند این پول را سری وقت می پردازند. حساب کتاب قدیما میام میسپر میرم، چقدر من استفاده بردم همو قرار با ما آورده میسپر میرم. فصل خنک بود، کمتر زیادتر بود. حوزه خی چی میگن؟ مشکل نیست با پرداختن؟ نه چون که ما خی خودمان هم استفاده میبریم برق هم اما کارشناسان به اینکه سبب اصلی محدودیت در نیروی برق قرضداری مردم است باور ندارند. اساس ندارد طوری که خودمون میدانیم اگر که یک روز طاقت نمیکنه، یک روز نسپرد برقتون قطع میکنه. برق تاجیک شرکتی عظیم دولتی انرژتیکی تاجیکستان است و سالهاست که مسئله قرض زیادش را حل کرده نمیتواند. سبب‌های این مشکلات را در مدیریت نادرست میدانند. جسد سهراب کریموف، افسر تاجیکی وزارت دفاع روسیه را روز 29 مارس در آرامگاه شهر میتیشی ولایت مسکو دفن کردند. کریموف 35 ساله از جمله 3 افسر ارتش روسیه بود که روز 23 فوریه امسال در یک حمله جنگجویان در منطقه دیر الزور سوریه به هلاکت رسید. روزهای اول رسانه‌ها از ناپدید شدن افسران روس در سوریه خبر دادند، ولی روز 25 مارس وزارت مدافع روسیه کشته شدن 3 افسرش را تصدیق کرد و گفت باقی مانده های جسد آنها برای شناسایی تشخیصی DNK می شوند. نزدیکان سهراب کریموف به رادیو آزادی گفتند برای تشخیص DNK از آنها موی سر و آب دهان گرفته شد.
سهراب کریموف پدر 2 فرزند بود. مقامات روسیه میگویند موافق قانونگذاری به پیوندان این افسر ارتش کمک خواهند کرد. به قول پیوندانش او اول سال 2018 به سوریه رفته، در آنجا 3 ماه کار کرد و آخر سال گذشته بار دوم به این کشور برای اجرای وظیفه خدمتی رفت. سهراب کریموف سال 1984 در ناحیه رودکی تاجیکستان تولد شده است. او دانشگاه نظامی مسکو را ختم کرده چند مدت در پایگاه 201 در تاجیکستان کار کرده است. روسیه عملیات نظامی در سوریه را تیر ماه سال 2015 آغاز کرد. پرزیدنت ولادیمیر پوتین بهار سال 2016 قسم اساسی نیروهای روسیه را از سوریه بیرون آورده. آخرهای سال 2017 فرمان اخراج سربازان روس از این کشور را صادر کرد. بنابر اطلاع رسمی وزارت دفاع روسیه، از سال 2015 این جانب در نتیجه عملیات نظامی در سوریه بیش از 40 نظامی روس کشته شدند. 50 تن دیگر نیز در پی سقوط چرخبالها جان باختند. سازمان‌های بین‌المللی روسیه را برای عملیات نظامی در سوریه که در آن غیر نظامیان کشته می‌شوند تنقید کردند. پلیس آلمان خبر داد که 10 نفر را با گمان تشکیل حمله تروریستی در غرب آن کشور دستگیر کرده است. دفتر مطبوعات دادستانی شهر دیوسلدورف روز 30 مارس گفت مقامات احتمالی ارتباط بازداشت شده ها با گروه تندروی دولت اسلامی را تحقیق می کنند. آنها گفتند با فرضیه آنها 10 نفر بخش از گروه تندروی دولت اسلامی هستند و یا از هواداران آنها. گمانبران در 2 روز آخر بازداشت شدند. خبرگزاری DPA آلمان نوشت که یکی از گمانبران شهروندی تاجیکستان است. شهروندی بازداشت شده های دیگر هنوز معلوم نیست. ظفر صوفی، شاعر و خبرنگار و مؤسس نشریه و خبرگزاری آزادگان، از عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان بیرون کرده شد. او از سال 2004 عضو این سازمان بود. در اتفاق نویسندگان تاجیکستان گفتند ظفر صوفی بنابر رعایت نکردن آیین‌نامه اتحاد از صف آن بیرون شد. صوفی سالهای اخیر در شهرهای بیشکک و روسیه میزیست و چند ماه قبل به اروپا کوچیده است و او مؤلف کتاب‌های اشعار نوجا، پشت پرده پندار و صدای سقوط است که در دوشنبه تهران و مشهد نشر شدند. سال گذشته نیز اتفاق نویسندگان تاجیکستان حدود 40 نفر از اعضای سابق را از صف‌های خود اخراج کرده بود. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. تا برنامه‌های بعدی، خداحافظ.